دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 27 می سال 2026 می باشد. قرار داریم در یک از باغ‌های گیلاس بهترین. من پیش از این اومدن عبور کردم، بارون بود، با حضور گپ زدن نتونستیم، بسیار تر شدیم. امروز من باز تکرارا اومدم به شما نشان دادن هستم. من این تعریف این گیلاس برای دهقان‌ها است، دهقان‌هایی که میخوان باغ گیلاسی نصب کنن، میخوان پول کار کنن. گیلاس این یکی از میوه‌هایی که در تاجیکستان کمترین است، نهایت کم است و قیمت‌ترین است. و اگر دهقان‌هایی که میخوان باغ کنن از گیلاس، از همین گیلاس کنن، این صاحب پول کلان میشوند. این گیلاس یک قطار خصوصیت‌های خود را دارد. این گیلاس 20 سال میبندد. سال دیگه، سال گذشته سال کمترک بستگی بود و سالش بسیار بسته، با امسال نهایت بسیار بسته است. کالیبرش کلان است، یعنی خودش کلان است، با مزه است، سیاه است، سخت است، بسیار میستد. این مقصدی همین تکرارا باز نشان دادن من از اون است که اگر شما باغ گیلاس کنید از هر جا خریداری نکنید، دونسته خرید حالش رو. من نمیگویم از من خرید، هرچند که من از این گیلاس دارم برای فروش، از دیگر آدم هم خرید، لیکن دونسته خرید که همین گیلاس شما گیلاس میشود. اگر بیاد از نزدیک نشان که من این گیلاس چلی شده. این گیلاس رو ببینید، این کلونیش رو ببینید. نمیدونم این 34 شده باشد نه؟ من همینجا شما توضیح کنم، شما ببینید. باز تلفن رو گرفته، خودم نوار گرفته، هر جا شما نشون میدیم. من ببینید، اینا ببینید، این خیلی بستنی گیلاس رو ببینید. انا گیلاس این خیلی که بندد شما صاحب پول میشوید. 600 دانه داشتیم فروختیم، باز همین ماه دیگه پیوند سر میکنیم تا آخر سال خداخواه با 1000 تا دیگه ممکن به فروش پیدا کنیم. ما اینو محصولات خوش صفت، البته خوش صفت است. اینا ببینید، یک بار دیگه نزدیک آورده کردیم. اینا ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. اینا ببینید چه کلام است. وقتی که میخورید در دهانتون میکفد، فانتان بودین. دونش نهایت میده است که این یک از خصوصیت‌های بهترین بودن گیلاس نشون میدهد. اینجا رو نشون میده. انا که اینجا نشون میده. اینو پیش از این چینده از همین باغ، کیلوش رو 30 موتوری دیدم از همین باغ کیلوش رو 37 سومانی فروختم. من به نرخ این کار دور نیستم. من نمیگم که قیمت فروشید یا ارزان فروشید. من با صفتش کار دارم، با تشویقاتش کار دارم که شما اگر باغ کنید از همین گیلاس ها کنید که این گیلاس پول خولی هست. پیش از این نمیدونم چند پول شدگی بود فریدون، پیش از این چند پول شده در بازار نمیدونی؟ 50 سوم زیاد بود. 50 سوم زیاد بود. بازار 60 سوم زیاد بود. بازار 60 سوم زیاد بود. این انخه باغش هست. باغ هست. باغی کلان است. ببینید. من نوار میگیرم که شما راحت کنید، 1-2 مینوت 3 مینوت تماشا کرده راحت کنید، چشمتون راحت کند. فریدون جوره درباره این گیلاس یک بهاتی اکن. چی گپ میگی فریدون؟ باهوش بنهاد باهای بالان. باهای بلند میتی؟ بله، صفتی خیلی گیلاس. باور کنید بنهاد گیلاس خوب. شروع. صفتی بهترین. هم صفتی بالان، هم باستش بنهاد خوب. این گیلاس هست که پول میشه آیان داده. همین گیلاس محلی مفید. هم گیلاس کلان 2 کیلو میبنده. گیلاس محلی. او همین محلی کو؟ این بود. همین مالا که 25 سال شد نمیدونیم از کجا اومدن شد. خیلی بردار فریدون اینو. ببینید. ان شاء الله ماشاءالله این کلونیش رو ببینید. من سه شو کنم ها. 3 تا 4 تاش همین دست من رو بگم که پر میکنه دانه.
Дустон маро пуркатсета чорташ. Дӯстони азиз, муроҷиат кунед, маслиҳат кунем то тирамо аз ин гилосҳо ман ба шумо тайёр карда тиҳам решаҳои бақувват қатӣ. Бибинед. бо хубии гелос дар чи якис кардан ки 94-5 солаш дар мебанда даже. 92 чанд солаша? 4-5 сола да. 94-5 солдан бастагӣ ҳан дар он пур, ҳа? 94-5 солаш мебанда. ана ҳамҷиёрони азиз бо мана ин хислати хуба ин Фаридон худаш гилоспарвар ки ҳаст медонад. дӯстони азиз, марҳамат карда аз ман дархост кунед, маслиҳат кунед, ман ба шумо ниҳоли ин гилосро тайёр мекунам. бибинед. худо нигаҳбони шумо бошад. дар паноҳи худо бошед.